بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر. جنگ آغاز شد. امریکا شلیک کرد، ایران هشدار داد و اسرائیل خندید. جهان در آستانه انفجار استاده. سرنوشت جنگ ایران با اسرائیل و حمله امریکا به ایران چی خواهد بود؟ جهانیان در ترس منتظرند که چی خواهد شد. آیا جنگ جهانی پیش روست؟ با من فرهاد امیری امروز تازه ترین خبرها را مرور خواهیم کرد. حمله بی سابقه. امریکا شمشیر کشید و ایران را هدف گرفت. در صبح یکشنبه بم افغان‌های امریکایی با فرمان مستقیم رئیس جمهور امریکا 3 تأسیسات حیاتی هسته‌ای ایران را با قدرت تمام نابود کردند. فرودو، نتنز و اصفهان، 3 نقطه‌ای که در سکوت شب زیر آتش سنگین بم‌های سنگرشکن و موشک‌های قدرتمند امریکایی فرو ریختند. ایران این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و اعلام کرد که حق پاسخ متقابل را از خود سلب نخواهد کرد. عباس عراقچی با صلابت اعلام کرد عواقب این حملات تاریخی و فراموش نشدنی خواهد بود. در سرزمین اشغالی ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش است و مردم به پناهگاه‌ها پناه برده‌اند. دونالد ترامپ در یک پیام هشدارآمیز گفت یا صلح است یا تراژدی، انتخاب با ایران است. سازمان ملل متحد این حملات را بسیار خطرناک توصیف کرد و خواستار خویشتن‌داری فوری طرفین شد. در همین حال بازار جهانی نفت در پی تنش‌ها به سرعت افزایش چشمگیری یافت. تنگه هرمز در آستانه بحران است. جهان منتظر پاسخ تهران است. آیا آتش جنگ فروکش می کند یا شعله‌ورتر خواهد شد؟ با سپاس فراوان و قدردانی از حمایتتان. برای دیدن برنامه‌ها و خبرهای دقیق روز چینل خودتان را سابسکرایب کنین و ما را حمایت کنین. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارتان.